حمزه بن دلاج کی بود؟ Mastermind is in Atlanta to face justice for stealing millions of dollars at under Hamza bin Dalaj's name, an overseas clip of him facing the คือนายแฮมซาเบนดิตลาดอายุ24 این سالهای 2010 تا 2013 217 سایت مختلف از جمله تعداد زیادی سامانه‌های اینترنتی بانک‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هک شد و بیش از 3.4 میلیارد دلار از این بانک‌ها توسط فردی ناشناسی به بانکی در مالیزی انتقال داده شد. سازمان جاسوسی آمریکا FBI در نهایت موفق شد پس از 3 سال تعقیب حمزه را با کمک سرویس اطلاعاتی انگلیس در فرودگاه مالیزی ردیابی و دستگیر کند. این هکر جوان الجزایری به عنوان عامل اصلی انتقال وجه کالا به عموم مردم دنیا معرفی شد. سازمان جاسوسی آمریکا FBI اعلام کرده از حمزه در طی 3 سال با 17 پاسپورت جعلی مختلف به بیش از 100 کشور دنیا سفر کرده. او پول را برای کمک‌های مردمی به آوارگان فلسطینی و آفریقایی و همچنین آزادی زندانیان الجزایری خرج می‌کرد. حمزه بن دلاج در این مدت باعث تعطیلی بیش از 8000 سایت فرانسوی شد و به جوانان الجزایری روادید مهاجرت به نقاط مختلف اروپا را داد. یکی از سایت‌های سری رژیم صهیونیستی که مربوط به اطلاعات محرمانه نظامی این رژیم بود توسط وی هک شده بود. رژیم صهیونیستی بارها خواستار عفو او در صورت همکاری‌اش با این رژیم شده است، اما درخواست‌ها هر بار از سوی وی